حالا مردم بخیزه و خود خم کنه، مثل که آلی در مکاتب است. استاد داخل شد استاد در کجا بود؟ ما چه قسم مسلمان هستیم؟ دعوایی ازیر داریم پیغمبر علیه السلام از زیاد دوست داریم، دروغ چرا میگی؟ انس رضی الله عنه میگه به الله قسم در چشم ما عظیمترین و مبجلترین شخصیت غیر از رسول الله بگه دیگه کس نبود، ولی وقتی که می آمد میخستیم نه میخستیم. چرا؟ به خاطر از اینکه بد میدانست رسول الله خستن. تو معلم صاحب خام تابعدار پیغمبر هستی، چرا این باز اگر کدامش نخسته تیجه بیا چرا نخستی؟ اینقدر شیطان تو را دیگه با سعی میکنی که در امتحان ناکام کرد که تو برای من نخستی. اینقدر نخوت و تکبر در ما وجود داره و خودم معلمین میدانیم. این میره معلمین میگن که دعا برات کرده رویسته، دعوت برات داده رویسته، با کدام کلمات تو را دعوت میده؟ از تو تقاضا نداره که چیزی را برای ازی خدمت کنی یا بدی، بلکه این دادرایی است. این دادرایی است. تاریخ مطالعه کنی، امام ابو حنیفه رحمه الله را زندگیش مطالعه کنی که میداد یا میگرفت. شاگردا را کالا کی میداد؟ نفقیش کی میداد؟ میگرفت از شاگردا یا میداد؟ اینی را مردم استاذ میگن. دعا میکنه برات الله سری تو رحم بکنه.